تاریخ ایران همیشه پر بوده از دوگانه ترس و شکست. بریتانیا که قدرت نظامی ایران عهد ناصرالدین شاه قاجار رو تهدید بزرگی برای مستعمره اصلی خودش یعنی هند میدید، تصمیم گرفت با تحریک حاکم افغانستان به جدایی هرات از ایران اقدام کنه تا یک منطقه امنی بین ایران و هند به وجود بیاره. حاکم هرات با دسیسه انگلیس به قتل میرسه. ناصرالدین شاه والی خراسان حسام السلطنه رو با یک قشون راهی هرات میکنه. حسام السلطنه هرات رو آزاد میکنه و همونجا به ناصرالدین شاه پیام میده تا به درخواست کمک مردم هند جهت استقلال از بریتانیا کمک بکنه و از همونجا راهی هند بشه. انگلیس که شرایط رو سخت دید وحشت زده به جنوب ایران حمله کرد. در ابتدا چند تا پیروزی به دست میاره، اما در ادامه در مقابل مردم و لشکر ایران شکست سختی میخوره. حالا شاه ایران با 2 تا تصمیم مواجهه، یا باید به جنگ ادامه بده و به پیروزی نهایی در هند و هرات و جنوب دست پیدا بکنه و انگلیس رو برای همیشه از منطقه بیرون بکنه، و یا به حرف میرزا آقاخان نوری صدر اعظم که دست نشونده انگلیس بود و بسیار ترسو گوش میداد که اعلیحضرت انگلیس دیوانه‌وار داره در جنوب میجنگه و به سمت تهران میاد، باید سریعا باهاش مذاکره و صلح کنیم. چه دروغ میگفت. انگلیس در جنوب ایران شکست سختی خورده بود، اما شاه ترسید و به مذاکره تن داد. و نهایتا خائنین به وطن در پاریس در ازای جدا شدن هرات از ایران با انگلستانی که شکست خورده بود صلح کردند. صلحی که تا ابد برای ایران جنگ و ناامنی بود. حالا امروز دوباره باید تصمیم بگیریم به جنگی که در اون پیروزیم ادامه بدیم، یا اینکه از روی ترس صلحی کنیم که تا ابد برامون جنگ و ناامنی به ارمغان بیاره.